این رفتارا توی رابطه باعث کشتن اعتماد میشه. حواستو جمع کن. مورد اول، دروغ‌های سفید، یعنی دروغایی که باعث به وجود اومدن دروغ بعدی میشه و همچنین پشت سر هم دروغ پشت سر هم، که به این گونه دروغا میگن دروغ‌های سفید یا دروغ‌های پشت سفید بهش میگن. مورد دوم میشه این که پنهانکاری‌های بی‌دلیل. شما یک امری رو، یک کاری رو انجام میدین و از طرف مقابل پنهونش میکنین و دلیلی ندارین برای این پنهون کاری. مورد سوم میشه عوض شدن یهویی. شما یکی از رفتارهاتون رو عوض میکنید، دیگه انجامش نمیدید، یا اگه قبلا انجام میدادید بیشترش میکنید، کمترش میکنید، یکی از موارد ظاهریتون رو تغییرش میدید که به این میگن عوض شدن یهویی. گزینه چهارم یا مورد چهارم میشه حواسم نبودهای تکراری. جمله حواسم نبود، کاری که مورد پسند پارتنر شما نیست، طرف مقابل شما نیست، انجام میدید و کلمه توجیهی و جمله توجیه شما میشه حواسم نبود و اینو مدام تکرار میکنید برای کارهای بعدیتون. مورد پنجم میشه این که پیاما رو میبینی ولی جواب نمیدی. خب چرا؟ این دلیل نداره. همین کارها، همین 5 مورد باعث سلب اعتماد در رابطه میشه.